در سن 3 تا 7 سالگی کودکان از دوره نورسی کامل به دوره تا مکتبی و آغاز تعلیمی می‌گذرند. در این دوره جهانبینی آنها زود وسیع گشته نطق و تفکر رشد می‌کند و الکی علامت‌های اولین خصلت و رفتار شخصیشان پدیدار می‌گردد. کودک 5 ساله می‌تواند به‌نهایت کنجکاو باشد و پی در پی سوال دهد، در حالی که کودک 7 ساله خود را بچه بزرگ حس می‌کند و به مکتب قدم می‌ماند. همزمان بازی‌ها و افسانه‌ها هنوز قسمی بزرگ دنیای آنها را تشکیل می‌دهند. در شرایط تاجیکستان نه همه کودکان باغچه می‌روند. بنابراین بسیار مسئولیت‌های آموزشی بر دوش خود پدر و مادر است. مسئولیت‌های زیرین در تربیت کودکان سن 3-7 ساله به شما یاری می‌رساند. سن 3-7 سالگی دوره پر انرژی و از لحاظ روانی حساس است. کودکان در این دوره با دیگران دوستی می‌کنند، قاعده‌های عادی اخلاقی را می‌آموزند و به محیط بیرونه بیشتر جلب می‌شود. تربیت با صبرانه و فعالانه در این سن با در نظر داشت هم سنت‌های خوب تاجیکی و هم تجربه‌های بهترین جهانی برای تشکل شخصیت سالم نقش کلان می‌بازد. اکنون به شرح مسئولیت‌ها می‌گذاریم. در تربیت کودک تا مکتبی مسئله انتظام یعنی دیسیپلین موضوع کلیدی می‌گردد. کودک باید آهسته بیاموزد که بعضی عمل‌ها قابل قبول نیستند و عاقبت ندارند. مثلا زدن یا گزیدن دیگران، قصداً شکستن اشیا، اجرا نکردن گپ والدان، این رفتارهایند که باید اصلاح شود. سوال پیش می‌آید که چگونه؟ در گذشته استفاده جزاهای سخت معمول بود، مثلا سرزنش شدید یا حتی جزای جسمانی. امروز روانشناسان اثبات کردند که چنین شیوه‌های تربیت به کودک ضرر روانی می‌رسانند و رفتارش را در مدت دراز به نمی‌کند. برعکس اصول‌های تربیت مثبت یا تنبیه غیر جسمانی ثمره‌آور و انسانی‌تر محسوب می‌یابند. تربیت مثبت یعنی توسط فهماندهی، نمونه‌گذاری و تقویت رفتارهای خوب کودک را به راه راست هدایت می‌کند، نه زدن و ترسانیدن. یکی از سبب‌های مهم تربیت مثبت این تحسین و مکافات رفتارهای خوب است. مثلا اگر فرزندتان بازیچه‌های خود را پس از بازی جمع کرد، او را آفرین گویید و تحسین کنید. این به او می‌فهماند که کاری کرده ایستاده است که شما قدر می‌کنید و می‌خواهید تکرار شود. تحقیقات ها نشان میدن که تعریف و توصیف دقیق، مثلا من میبینم که تو خیلی زیبا قلم هایت را جمع کردی، آفرین، از جزا برای رفتاری بدیده بیشتر تاثیرناکتر است. البته نباید برای هر کار کوچک کنفید یا تحفه داد. توصیف لفظی یا یک آغوش کشیدن خوشنودانه خود یک مکافات کلان ایموشنالی است. اکنون هنگام رفتار نادرست چی باید کرد؟ اول فهمونید که این رفتار شما را ناراضی کرده است. با جدیت بگویید تو اکنون دادرکت را زدی، این کار خوب نیست، او درد کشید. مهم است که کودک پیامد رفتارش را فهمد. دادر گریه کرد یا طبق شکست و اکنون طبق نیست. اگر رفتار تکرار یافت میتواند تنفس کوتاه جاری کنید، یعنی کودک را برای 3-4 دقیقه از وضعیت حاضر دور میکنید. مثلا در کنج حجره یا روی کرسی میشینانید و میگویید حاضر آرام شو، بعد صحبت میکنید. این اصول در غرب معمول است و برای کودکان از 3 سال بالا کار میکند، زیرا او فرصت فکر کردن میگیرد. پس از سپری شدن وقت معین نزدش برگردید، رفتارش را کوتاه محاکمه کنید و تمام. مهم این که هیچگاه کودک را لطوکوب نکنید یا حقارت ندهید. جزای جسمانی قانونا در تاجیکستان منع شده است. از نظر اخلاقی نیز قابل قبول نیست. آن میتواند کودک را ترساند، اما خطا بودن رفتار را به او نمیفهماند. بدتر از این شاید خود او
عادت کند که مشکل را با زوری حل کند. اگر حس میکنید که عصبانی شده ایستاده به خود فرصت دهید. چقدر نفس گیرید یا از حجره برآیید. بعداً برگردید. تربیت مثبت صبر و تحمل میخواهد، ولی نتیجه آن کشف کودکی با انتظام و همزمان با توازن و با وقار است. شما هنگام نافرمانی یا رفتار بد کودک چگونه عکس‌العمل نشان میدهید؟ آیا یگان اصول تایم اوت یا مانند آن را سنجیده اید؟ تجربه شما در تنبیه کودک چگونه است و آیا چیزی را تغییر دادن میخواستید؟ شرح شما را در کامنتاریا انتظاریم. سرپرستی برنامه ما شرکت لیندوید می باشد.